بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأنجاس والطهارة عنها. این باب درباره نجاست ها هست و چگونه از نجاست های گوناگون ما میتوانیم که پاکی حاصل کنیم. مؤلف میگوید تنقسم النجاسة الى قسمین. نجاست ها یا نجاست میتواند که به دو قسم تقسیم شود و برای اون که برای شما واضح تر بسازم، پیش از این من برای شما این رو میرسانم که نجاست رو ما میتوانیم اولا به دو قسم اساسی تقسیم کنیم و اینها رو میگویم نجاست حکمی و حقیقی. نجاست حقیقی یعنی که حقیقتا نجاست وجود دارد، یک نجاستی هست که ما میدانیم که در همانجا موجود هست، چی ببینیم، چی بوی کنیم، چی احساس کنیم. و نجاست حکمی رو حالت حدث رو گفته می شود، یعنی وقتی که ما در حالت قرار داریم که طهارت نداریم یا اینکه در حالتی هستیم که حتی نیاز به غسل شرعی داشته باشیم. این دو نوعی که من برای شما گفتم، نجاست حکمی و حقیقی، بعضی ها از این دو نوع اساسی آغاز میکنن تقسیمات رو و بعدا ما تحت نجاست حکمی، یعنی از جهت حکم شریعت انسان میتواند نجیس حساب شود، در حالت حدث حساب شود. این رو شما میدانید که ما حدث اکبر، حالت حدث اکبر داریم و حالت حدث اصغر داریم که شما باید از هر دو این حالت ها آگاه باشید. و در قسم دوم یا نوع دوم که نجاست حقیقی می باشد، آن قسم بعد به دو قسم دیگر تقسیم می شود، نجاست غلیظه و خفیفه، یعنی که نجاست وزنین یا اینکه غلیظ یا شدید، کلان اگر خواهید گوید، و اینچنین خفیفه یعنی که سبک یا اینکه کمتر یا اینکه میده. خب پس در اینجا میگوید که نجاست های غلیظه چی چیزها نجاست های بزرگ یا وزنین حساب می شوند. میگوید کل خمری، بمانندی شراب، و دم المسفوحی، و خونی که جاری هست، جاری می شود یا روانه می شود، یعنی که خونی که از مکانش روان می شود و به مکان دیگر می رسد. یعنی که هنگامی مثلا قربانی کردن یک حیوان، گاو، گوسفند، خونی که از همون حیوان بیرون می شود ناپاک حساب می شود، چون که خون از بدنش روانه شد، جاری شد، بیرون برآمد. مگر کمتر اگر خونی که در مابین گوشت میماند، در مابین گوشت میماند و در مابین رگهایش میماند، این کمترک عموما بخشیده می شود. باز هم اگر انسان کوشش کند که بشوید گوشت را پیش از پخت و پز، البته این خوب هست، اما هنگامی پخت و پز شاید شما زنها اهمیت داده باشید، حتی ما گوشت را اگر بشوییم هم هنگامی پخت و پز میبینیم که از گوشت کمتر خون میبراید تا که پزد. برای همین این کمترک خون معفو هست، یعنی که بخشیده می شود. اما عموما خونی که در وقت قربانی از همین گاو و گوسفند بیرون می شود، این ناپاک حساب می شود، چون که این خونی الدم المسفوح هست. اما خونی که این مقابل به چیز، خونی که جاری نمی شود، ناپاک حساب نیست، چون که طهارت رو نیز نمی شکند. مانندی مثلا خونی که از سبب سوزنزنی اگر نمایان گردد بالای پوستمون اما جاری نشود، اگر نخواست سوزن قطعی انگشت خود را اگر زنیم، کم ترک خون شاید نمایان گردد، یا کم ترک اگر از مابین ناخونمون اگر یکم پوست یکم چیز بکنیم، بعضی وقت کم ترک خون، سری خون معلوم می شود یا پوستی خون آلود معلوم می شود، اما خون جاری نمی شود. این قدر خون طهارت را هم نمی شکند و خودش هم نجیس حساب نمی شود. برای همین اگر انسان فکر کنید، اگر انسان همین نوکی انگشتش رو بگیرد، نوکی ناخونش رو بگیرد، در دهانش کند، با زبانش بعضی وقت اگر در دهانش کند، با زبانش تازه کند، شاید بعضی شمایا هم این عادت رو داشته باشید یا نخواست این رو کنید اما اهمیت ندهید. این جایز هست برای اون که این خونی این مقدار و روانه نشده، جاری نشده، ناپاک نیست.
خب و این چونین دیگر چیزهایی که در اینجا ذکر کردنش خوب هست، فایده آور هست، انشاءالله مفید هست. خونی شپشک و کیک و بورگه ها نیز ناپاک حساب نمی شود، چون که خونی جاری شده نیست، جاری نمی شود در بدنشون، اگرچه باشد جاری شونده نیست. و این چونین خونی ماهی یعنی ناپاک حساب نمی شود، یعنی که حتما خون باید روانه باشد، جاری می شدگی باشد. و لحم المیتتی، دیگر چیزی که غلیظه هست این است گوشت میته، یعنی حیوانی مرده، حیوانی که خودش همین خیل بمیرد یا اینکه به یک طریقه غیر شرعی کشته شود، این را گفته می شود میته. خب و این چونین ایها اینها ضمیر بر می گردد به میته، چون که این کلمه مؤنث هست، چطوری که باید بدانید. ایها و پوست آن، یعنی گوشت و پوست میته نیز نجاستی غلیظه هست. و بول ما لا یؤکل، و پیشابی آن حیواناتی که گوشتشان خورده نمی شود، یعنی که جایز نیست خوردن گوشتشان، مانندی خیلی خودتون میدونید شیر و پلنگ و گرگ و روباه و غیره. پیشابی آن چیزی که خورده نمی شود، یعنی که آن چیزی که خوردنش حلال نیست. و نجوی الکلبی، و اخلاطی سگ، و رجیع السباع و لعابها، و این چونین گویم که همون نجاست یا اخلاط حیواناتی درنده و لعاب آنها، سباع حیواناتی درنده. و خرع الدجاج و البط و الایوزی یا ایوزی، و خور هم اخلاط گفته می شد، اما کلمه به هر یک حیوان در زبان عربی اخلاطش یک نامی دیگر دارد، چون که مقدارش یا کم یا زیاد هست. اما با دیگر زبان ها وقتی که ترجمه کرده می شود عموما یک کلمه استفاده می شود، نجاست یا اخلاط. خور در اینجا هم چون که اخلاطش کم هست خور گفته می شود با ایوازی، مثلا غائط یا نجو. و برای انسان وقتی که استفاده می شود غائط عموما استفاده می شود. به هر حال و اخلاط دجاج یعنی که مرغ، و البط و مرغابی، و الایوزی و قو یا اینکه لبد به روسی که میگویند، سوان به انگلیسی. خب و ما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الانسان، این قسمت آخرانش. و آن چیزهایی که وضو را ناقض می سازند یا وضو را می شکنند از سبب برآمدنشون از بدن انسان، یعنی هر چیزی که با برآمدنش از بدن انسان وضو را می شکند نجاستی غلیظه حساب می شود. و مانندی البته پیشاب و غایطه هست، و این چونین منی و مزی و خون حیض و نفاس. البته تا جایی که گپی ویدیلنی می رود من این رو برای شما فهماندگی بودم، چندین بار در گروه ما سوال شد و من فهموندم که عموما ویدیلنی هم ناپاک هست، برآمدنش طهارت رو می شکند، از سببی که ما گرچه که از جهت طبی و این چونین فقهی بین ویدیلنی که از رحم یعنی از بچه‌دان بیرون می شود و ویدیلنی که از پایان سرویکس یعنی فرج داخل بیرون می شود فرق هست. عموما ویدیلنی فرج داخل پاک هست و ویدیلنی که ما وراءها هست یعنی که از سرویکس بالاتر هست از بچه‌دان بیرون می شود ناپاک هست. اما چون که عموما ویدیلنی هر دو این مکان ها یک جایه آمیخته شده بیرون می شوند، برای همین یک حکم رو می گیرن، حکمی ناپاک بودن رو. خب یعنی هر چیزی که از خود انسان بیرون می شود و از سبب بیرون شدنش طهارت می شکند این چیزها هم نجاست های غلیظه حساب می شوند. اکنون و اما الخفیفتو، چی چیزها نجاست های خفیفه یعنی سبک حساب می شوند؟ فکبول الفرسی میگوید به مانند پیشاب اسب، چون که اسب خوردنش جایز هست گرچه مکروه هست طبق فقه حنفی، چون که دلایل واضح نیست در این مسئله. بعضی دلایل ها به این اشاره میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم از گوشت
اسب و این چونین گوشتی خر و خچیر منع کرده است و دیگر دلیل هایی هست که اجازت داده است. برای همین از سبب واضح نبودن دلایل شرعی و این چونین قوت آنها به هم دیگر مانند بودن، طبق فقه حنفی خوردن گوشت اسب جایز هست اما مکروه هست، کراهت دارد. و یک سببی از چندین سبب هایی که ذکر کرده می شود این است که اسبان حیوانی هست که در جنگ و در غلبه کردن بالای کفار استفاده می شود، خیلی مفید هست. برای همین خوردن آنها کراهت دارد تا اینکه عدد آنها کم نشود. به هر حال و این چنین و بول ما یؤکل لحمه و پیشابی آن حیواناتی که گوشتشان خورده می شود یعنی که خوردنشان جایز هست. و خرع طیر لا یؤکل و اخلاطی یا نجاست پرنده هایی که خوردنشان جایز نیست، مانندی مثلا شاهین، بوغمجان، عقاب، از سببی عموم البلوه، از سببی ضرورت عمومی، چون که در هوا می پرند انسان دشواری احساس می کند در نجات دادن خود یا پرهیز کردن خود، دور کردن خود از نجاست آنها. برای همین این رو سببی عموم البلوه گفته میشه، چون که تمام انسان ها دشواری می داشته باشند از حفاظت کردن خود از نجاست هایی که از آسمان میریزد یا پایان می شود. از این سبب اینها را نجاست های این ما تحت نجاست خفیفه داخل می شود. و البته حیواناتی که خورده می شوند یا خوردنشان جایز هست، البته مثال ها اینها رو شما می دانید، مثل گاو و گوسفند و بزها. و در این مورد کمی اختلاف هست بین علمای حنفی. نزد امام الاعظم امام ابو حنیفه رحمه الله اخلاط این حیوانات یعنی که گاو و خچیر و اسب و بز و گوسفند و غیره، تمام اخلاط آنها نزد امام ابو حنیفه غلیظه حساب می شود. در اینجا البته درباره بول آنها هست، درباره پیشاب آنها، اما درباره اخلاط آنها نزد امام ابو حنیفه غلیظه حساب می شود، اما نزد صاحبین یعنی امام محمد و امام ابو یوسف رحمهم الله باز هم اخلاط آنها هم خفیفه حساب می شود و سببی که آنها پیش کردن سبب اختلاف دلایل هست و این چنین عمومی بلوه یعنی که ضرورت عمومی یا مشکلات یا دشواری عمومی این رو گفته می شود، چون که صاحبین این رو فهموندن که عموما یعنی سرک و راه ها پر از اخلاطی حیواناتی یعنی حیوانات جایز می باشد، پر از اخلاطی یعنی گاو و گوسفند می باشد. البته اینها همان محله خود رو به نظر گرفته بودند در وقتی این فتوا رو پیش کردن. اگر درباره قشلاق و دیهه ها اگر فکر کنید، چون که گاو و گوسفند این طرف و اون طرف سحر و صبح و شام گذرانده می شود، همون زمین پر از همون اخلاط آنها می گردد و برای همین آنها گفتن برای ضرورت عامه باید اخلاط آنها هم نجاست خفیفه شماریده شود. اما نزد امام از سببی نبودن دلیل برای نجاست خفیفه شمار شدن آنها، امام ابو حنیفه میگوید که نه، اخلاط آنها باید که نجاست غلیظه حساب شود. خب یعنی بین امام ها در این مسئله اختلاف است. البته از همه گپی اولاترین و بهترین همین است که انسان خود را همه وقت پاک نگه دارد، اما این را فکر کنید این در وقتی ضرورت هست، مخصوصا این فایده آور هست، این مسائل رو دانستن فایده آور هست برای کسانی که در قشلاق ها زندگی میکنند یا با حیوانات سر و کار دارند، حیوانات رو یعنی نگاه بینی میکنند یا میبرند برای چرانیدن، یا اینکه در باغ ها کار میکنند، در آغل ها کار میکنند. برای این گونه مردم ها این مسائل رو دانستن مفید هست. اگر نه برای انسانی عمومی یا عادی خوب است که خود را همه وقت پاک نگه دارد، مخصوصا پیش از نماز خواندن. و اکنون میگوید این شد نجاستی خفیفه. اکنون میگوید و عفی قدر الدرهم. اکنون حکمی هر دو اینها رو میگوید که نجاستی غلیظه و نجاستی خفیفه چه حکم دارن از نگاه فقه. میگوید که و عفی قدر الدرهم من المغلظه. مغلظه و غلیظه این رو میتوانید یک حساب کنید یا یک خیل بفهمید، یعنی که نجاستی غلیظه، نجاستی بزرگ. میگوید که و تنها قدری یعنی مقداری یک درهم بخشیده شده است از نجاستی غلیظه.
من زیاد در مورد درهم برای شما نمیگویم، چون که در درس های اول الکی من درباره مقدار درهم هم از جهت نجاست جامد و هم از جهت نجاست مایع من برای شما مقدارش رو فهمانده بودم. خب برای همین وقت رو در این نقطه ضایع نمی کنم. اما میگوید که یک درهم از نجاست غلیظه عموما بخشیده می شود از طرف شریعت. برای چی؟ برای که عموما انسان خودداری کرده نمی تواند از این قدر مقداری کم. بعضی وقت حتی نافهمیده یا در یعنی لباسهایش یا در پوستش یا در شرمگاهش این قدر مقداری نجاست غلیظه می ایستد یا می باشد. حتی اگر هر روز هم نباشد، گاه این قدر نجاست موجود می باشد یا خودداری کردن همه انسان ها از این قدر مقدار نجاست مشکل هست، دشوار هست و برای همین شریعت این رو بخشیده است. عفیه یعنی عفو کرده است، یعنی بخشیده است. اما باز هم در بین علمای احناف امام زفر، این نام رو شاید شما قبلا نشنیده باشید، اما از بین شاگردان امام ابو حنیفه، گرچند که شما زیاد نام امام محمد الشیبانی و امام ابو یوسف رو میشنوید، یک شاگرد دیگر هم داشت که کلانسال بود و نامی امام زفر. و عموما اختلافاتی که بین آنها پیدا می شود، امام زفر همه وقت یک فتوای دیگر می داشته باشد، یعنی کمی فرق می کند. امام زفر و مانند امام شافعی حتی یک درهم رو این فتوا رو دادگی هستند و در این مسئله اینگونه فکر دارن و قول دارن که حتی شریعت یک درهم رو هم نبخشیده است و حتی یک درهم هم جایز نیست از نجاست غلیظه. یعنی باید انسان از تمامی، از هر یک، گویم که هر یک مقدار نجاست باید پاک باشد. اما فتوا بر همین هست، بر قولی علمای احنافی، یعنی بر قولی علمای عمومی احناف داده شده است یا اکثری علمای احناف داده شده است که از سببی دشوار بودن خودداری کردن انسان ها از این قدر مقدار، شریعت این قدر مقدار رو بخشیده است یا اینکه درگذر کرده است. خب پس از نجاست های غلیظه خلاصه همین شد که قدر یک درهم بخشیده می شود. اما این را از جهت عملی هم تنها برای ضرورت های شدید استفاده کنید. یعنی که اگر در بیرون باشید، در سفر باشید و ببینید که لباستون، تحپوشتون مثلا کم ترک ویدیلین داشته باشد یا مثلا کم ترک آلوده شده باشد با نجاست، یا اینکه یکم جای لباستون با کم تر خون آلوده شده باشد، اگر نتوانید لباس خود را عوض کنید، تنها در وقتهای ضرورت استفاده کنید که خب از مقدار یک تنگه به فکرم 50 درهم گفته بودم از جهتی یعنی تنگه های سومانی یا تنگه های تاجیکستان، اگر این از این مقدار کم باشد بخشیده می شود. اما اگر در حالت سهولت باشد، در خانه باشد، پس عبادت خود را با بهترین لباس های خود گذرانید. چطوری که در روز عید، در روزهای جمعه لباس های بهترین خود را می پوشیم، لباس های پاک می پوشیم، زیبا می پوشیم. چطوری که مردم برای معرکه رفتن بهترین لباس های خود را می پوشند، ما برای ملاقات الله ذوالجلال و الاکرام، الله سبحانه و تعالی، ما باید بهترین لباس های خود را پوشیم. گرچند که اگر فسان هم نباشد، اما از همه لباس پاکترین و زیباترین و یعنی کشاد و تمام قاعده های شرعی را پوره می کند، این گونه لباس خود را باید نزد الله سبحانه و تعالی بپوشیم و در نمازهای خود، در عبادتهای خود بپوشیم. خب برای همین این رو هم به نظر بگیرید. فقه هست، اما تقوا، پرهیزگاری و احسان کردن در عبادت ها، این یک گپی بالاتر و اعلاتر هست. و ما دون ربع الثوب او البدن من المخففه، و از مخففه یا از خفیفه کدام مقدار بخشیده می شود؟ آن مقداری که کمتر از 4/1 لباس یا بدن باشد. و آن چیزی که دونه یعنی که کمتر باشد، ربع 4/1 لباس یا اینکه بدن از نجاست خفیفه بخشیده می شود. فهمیدید؟ و بین علما در این نقطه هم اختلاف هست که آیا ما 4/1 تمام لباس رو، یعنی تمام چیزی که پوشیدگیم، تمام آنها رو به نظر میگیریم یا 4/1 هر یک عضو رو، هر یک عضو لباس را. ببینید مثلا آستین ها یک قسمتی یا بخشی جدا حساب می شوند، پشت یک بخشی جدا، پیش یک بخشی جدا، فهمیدید، ایزار یک بخشی جدا،
این گونه باید ما به نظر بگیریم. این دویم قول هست. کدامش رو باید به نظر بگیریم؟ تمام لباس ها رو یا در هر یک لباس هر قسمتش باید جدا حساب کرده شود؟ که مثلا چوریکی آستین ها، چوریکی خود پیش کرته یا پس کرته، مثلا چوریکی یک طرف ایزار، دویم طرف ایزار، چگونه باید به نظر بگیریم؟ هر دوی قول موجود هست. فهمیدید؟ اما بهتر است که ما، یعنی احتیاط در همین است که ما دویم قول رو بگیریم و هر یک قسمتی، هر یک بخشی لباس رو جدا حساب کنیم. اگر پیشاب در آستینمان آلوده شود که این نجاست هست، نجیس هست، ما باید همین آستین خود رو به 4 قسم تقسیم کنیم و اگر از 4 یعنی که از 4 قسمش 4 رو خیلی میدانید، اگر کمتر باشد بخشیده می شود، اما اگر زیادتر باشد بخشیده نمی شود و باید عوض کرده شود. همین خیل هم آستین رو جدا حساب کردیم، پیش کرته رو، پشت کرته رو، دیوم آستین رو جدا حساب کردیم، یک طرف ایزار رو، دویم طرف ایزار رو، حتی دامن رو اگر خواهید از بالای کرته چی میکنیم؟ جدا حساب میکنیم. در این احتیاط بیشتر هست، چون که بعد قسمتی نجاست کمتر میشود. اگر ما تمامی لباس ها رو به نظر بگیریم، 4 تمامی بدنی ما خیلی نجاست زیاد رو میگیرد. فهمیدید؟ و بعدا میگوید که، و البته باز هم این برای ضرورت هست، کوشش کنید که در وقتهای ضروری این رو استفاده کنید، نه در وقتی که سهولت داشته باشید. و عفی رشاش بول کرؤوس الابری، و میگوید که این یک مسئله جدا هست. میگوید که بخشیده می شود رشاش بولین، چکره ها یا قطره های خردی پیشاب که به مانندی سرهای سوزن هست. یعنی که اگر به ما برگردد، به ما یعنی شپد که میگویم برگردد یا آلوده شویم، اگر لباس هایمان بدنمان آلوده شود با قطره های خردی پیشاب که به مانندی سرهای سوزن هست، سری سوزن اینقدر مقدارش خرد هست، اگر برگردد به لباس هایمان بدنمون، این هم بخشیده می شود. نه قطره های کلان، قطره های خردی که ما حتی نمی بینیم، حتی احساس نمی کنیم، حتی نه بوی می ماند نه ایگان خیلی آثارش باقی می ماند، این هم بخشیده می شود. البته خودداری کردن و پرهیز کردن اعلی هست و چقدری که ما می توانیم باید خود را پاک نگه داریم. اما اگر این گونه قطره های خیلی خردی که به مانند سری سوزن هست برگردد که ما احساس هم نمی کنیم، شریعت این رو بخشیده است، چون که انسان نمی تواند، حتی احساس نمی کند وقتی که این گونه چکره ها برمیگردد. پس چگونه خود را تازه کند؟ و هر یک فکر کنید، شما فکر خود را کلان و وسیع کنید. این شریعت ما برای تمام جهان هست. هر یک انسان سهولتی علیش کردن یا عوض کردن لباس های خود را ندارد. هر یک نفر لباسی نو ندارد. بعضی ها یک جور لباس، 2 جور لباس دارند و هر کس اونقدر وقت هم ندارد. در بعضی کشورها اگر کارگر باشند یا بالای سرشون یکم ظالم باشد، یا بعضی وقت حتی انسان هایی که در زندان هستند، در جنگ هستند، تمام این انسان ها را اگر به نظر بگیرید، این ضرورت های شرعی را شما احساس خواهید کرد و خواهید فهمید که چگونه، یعنی الله سبحانه و تعالی تمام حالت های تمام انسانیات را به نظر گرفته است، یعنی که برای تمام انسان ها آسانی انداخته است. به هر حال میگذاریم ولو ابتل فراش او تراب. اکنون یک مسئله نو در اینجا پیش می آید که اگر فرش یا اینکه فرش خواب، این رو من در نظر دارم، به فکرم شما زیادتر مترس میگوید. اگر فرش خواب یا اینکه مترس، او تراب یا اینکه خاک، ابتل چی معنا دارد؟ اگر نمگین شوند یا تر شوند، نجیسانی من خاک یا فرشی که نجیس باشند. اگر این دو چیزی که نجیس باشند اگر تر شوند یا نمگین شوند، من عرق نائم او بلل قدم، از سببی عرق کردن شخص خوابیده یا از سببی نمی یا تری پای، و ظهر اثر النجاسة في البدن والقدم تنجس، و آثاری
یا اثری همین نجاست در بدن و پای نمایان گردد، ظاهر شود، تنجسه، هر دوی این چیزها نجس حساب می شوند. خب یعنی که در اینجا مسئله چگونه هست که ما یک مترسی داریم که چی هست؟ ناپاک هست، یا اینکه خاکی داریم که ناپاک است، نجس هست. یعنی که ناپاک شدن، مثلا اینگونه تصور کنید که یک طفل پیشاب کرد بالای فرش خواب، مترس خواب، یا اینکه بالای خاک، و بعدا این مترس خواب یا خاک قاق شد، خشک شد، اما از سبب پای گذاشتن، پای تر را بالای این خاک گذاشتن یا خوابیدن با یک بدنی عرقدار، با یک بدنی که گرم شود عرق کند، یک کسی بالای این مترس خواب کند و این از سبب نمگین شدن این مترس انسان همون اثر نجاست رو به پوست خود بگیرد، یا از سبب تر شدن خاک اثر نجاست به پای بیاید. در این حالت هر دوی این چیزها نجس حساب می شوند، ناپاک می شوند. خب و آثار نجاست رنگ، بوی و مزه می باشد. البته مزه اونقدر در اینجا دخل ندارد، اما رنگ یا اینکه بوی همون نجاست اگر نمایان گردد در قدم یا اینکه در پوست نجس حساب می شود. هم همون فرش و خاک نجس حساب می شود و هم البته پای و قدم و پوست انسان نجس می گردد. و الا لا، و اگر نه، یعنی که و اگر نمایان نگردد نجس حساب نمی شوند. دیگر مسئله، کما لا يتنجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر رطب لو عصر. این یک مسئله دیگر هست. خوب گوش کنید. میگوید که این چونین یک لطه یا لباسی که جاف طاهر، یک لباسی که خشک باشد و پاک باشد. تصور کنید یک لباس یا لطه‌ای که خشک باشد، یعنی قاق باشد و پاک باشد. اگر لف پیچانده شود در لباسی تری نجس باشد، در لباسی تری نجس باشد، با این شکل که لا ینعصر رطب لو عصر، که همین لباس نجسی تر اگر فشرده شود، اگر فشار داده شود، جفیده شود، یعنی آب نمیریزد یا نجاست از اون نمیریزد، در این حالت این لباس خشکی پاکی که پیچانده شد با این لباس دیگر نجس نمیگردد. فهمیدید؟ امیدوارم که این حالت رو فهمیدید. در این عموما 3 حالت می باشد، اما من این قسمتش رو میخونم. اگر نفهمون دیگر حالت ها رو بعد من خودم از شرحی که خواندگی بودم از همان به شما 2 حالت دیگر رو پیش میکنم که مقایسه کرده توانید. با مقایسه چندین تا مثال ها آدم میتواند که علت رو خوب درک کند. و هر حال میگوید ولا يتنجس ثوب رطب بنشره على ارض. خب این یک مسئله دیگر هست. برای این مسئله من یک بار برای شما میفهمونم که اینگونه تصور کنید که 2 لباس هست. خب در صحنه یکم 2 لباس داریم. لباس یکم خشک هست و چی هست؟ پاک هست، خشک هست، پاک هست. و لباس دوم نجس هست و چی هست؟ تر هست. اما این گونه سخت تر نیست که اگر جفیده شود آب میریزد یا نجاست از او میریزد. اگر در این حالت باشد هر دوی لباس ها وقتی که با هم دیگر پیچانده می شود، هر دوی لباس ها وقتی که به هم دیگر پیچانده شود، در این حالت لباس یکمی که من گفتم خشک هست و پاک هست، در این حالت نجس نمی گردد، چون که آثار و نمی و تری که همان دوم لباس داشت به این نمی گذرد. الا اگر چی باشد؟ اگر آثارش ظاهر گردد، اگر بویش یا اینکه تریش و این چیزهایش اگر در لباس یکم معلوم شود، البته نجس حساب می شود. اما اگر نه، لباس یکمی که خشک بود و پاک بود، پاک حساب می شود و نجس نمی گردد. اما دوم صحنه این است که اگر لباس دوم که نجس هست و چی گفتم؟ تر هست، اگر این گونه تریش زیاد باشد که اگر جفیده شود آبش می ریزد، آب چکد، در این حالت لباس یکم رو نجس می کند با پیچاندنی هر دوی آنها با هم دیگر. فهمیدید؟ در این حالت ناپاک می گردد. این است 2 صحنه.
و البته اگر هر دوی آنها اگر هر دوی آنها چی باشد تر باشد، لباس یکم اگر تر و پاک باشد و لباس دوم اگر تر و ناپاک باشد، هر دوی لباس ها نجس می گردند از سببی گذشتنی نجاست دویمش به یکمش. البته و اکنون دیگر مسئله این است که ولا یتنجس ثوب رطب بنشره على ارض نجس یابسة فتندت منه. این دیگر مسئله هست. میگوید که و نجس نمی شود ثوب رطب، لباس تری که اگر در روی زمینی خشک و نجس پهن کرده شود، یعنی گذرانده شود یا گذاشته شود. یعنی لباس در اینجا یک کرته، یک لباس در اینجا چی است؟ تر هست، رطب هست. اگر میتواند که حتی یک لطه دراز هم باشد که انسان خواهد که این لطه رو در زمین گذارد بعد بالایش بشیند، در این حالت همین لطه تر رو اگر بالای زمینی که چی باشد؟ خشک باشد اما نجس باشد، اگر گذارد و بالایش بشیند و کم ترک فتندت، کم ترک اندک نم شود این لطه‌ای که در زمین گذاشت، در این حالت پاک و ناپاک حساب نمی شود این لطه، چون که این زمین خودش چی است؟ خشک هست و تری در زمین نیست اما در لطه هست. و اگر این زمین خودش ناپاک بود اما خشک شد، چون که عموما خاک زمین وقتی که خشک می شود نه امان آثار نجاست هم گم می شود. اگر این حالتش باشد همین لطه‌ای که بالای زمین گذاشته شد ناپاک حساب نمی شود. خب برای همین اگر شما بیرون رفتید و مثلا با خود یک لطه یا با خود یک قالین یکم چیز گرفتید و بالای زمینی خشک گذاشتید، شما نمیدونید شاید که همون زمین، بالای همون زمین یگان حیوان یگان طفل شد پیشاب کردگی باشد، اما چون که خشک شدگی هست در این حالت نجاست نمیگذرد به، البته در حالت خشکی تماما نمیگذرد، اما در حالتی که قالین شما یا اینکه لطه شما کمتر نمناک باشد در این حالت هم ناپاک حساب نمی شود. ولا بریح حبت على نجاسة فاصابت الثوب الا ان يظهر اثرها فيه. دیگر مسئله اخیران در این قسمت این است که اگر شمالی گذرد از بالای نجاست، میگوید که و این چونین نه با شمالی که گذرد بالای نجاست فاصابت الثوب و به لباس برسد، مگر اگر اثرش یعنی که آثارش و صفتهایش ظاهر گردد در آن. یعنی اگر شمال از بالای نجاست گذرد و همین شمال به یک لباس به یک لطه برسد، در این حالت تا وقتی که اثرهای نجاست در همون لباس نمایان نگردد، ظاهر نشود، نجس حساب نمی شود. میگذاریم به بخشی بعدی. میگوید که ویطهر متنجس بنجاست مرئیة. خب اکنون از اینجا به قسمتی پاک کردن نجاست ها داخل می شود. چگونه ما باید نجاستی که مرئیه هست و غیر مرئیه هست، غیر المرئیتی، چگونه ما باید اینها را تازه کنیم، پاک کنیم. نجاست مرئیه یعنی که نجاستی که دیده می شود، با چشم دیده می شود، مرئی هست از رائه، و غیر المرئیه دیده نمی شود. پس در اینجا دو قسمت هست، خوب متوجه شوید. میگوید در قسمت یکمش که چیزی که ناپاک باشد، متنجس چیزی ناپاک، چیزی که ناپاک شده باشد با نجاست مرئیه، با نجاستی که عینی هست یا مرئی هست دیده می شود، چگونه پاک می شود؟ پاک می شود بزوال عینها ولو بمرة على الصحیح، با زوال یعنی که با تازه کردن، با دور کردن آن، با دور کردن خود نجاست، عینها یعنی ذات نجاست، خود نجاست، همون جسم و جسد نجاست را اگر دور کرده شود، پاک کرده شود، حتی اگر یک بار هم با یک بار هم باشد، یعنی با یک بار شستن یا با یک بار مثلا خراشیدن همون نجاست اگر پاک شود، آثارش گم شود، طبق قول صحیح این کفایه میکند. وقتی که خودی نجاست
عیان باشد، مرئی باشد. ولا یضر بقاء اثر شق زواله، و ضرر نمیرساند، یعنی باکی ندارد، اشکالی نیست، ضرر نمیرساند باقی ماندنی آثار آن، مثلا رنگ یا بوی، که با دشواری برطرف کرده می شود. که تنها با دشواری، شق زواله مشکل هست برطرف کردن آن. خب یعنی چی؟ یعنی اینگونه تصور کنید که اگر مثلا یک نجاستی به یک لطه، به یک مثلا لباسی برسد که ما همون نجاست رو دیده توانیم و این نجاست رنگ داشته باشد، مثلا این نجاست رو اگر ما یک بار، چون که ما میبینیم نجاست چیست، مثلا خون رو بگیرید، اگر در لباس ما خون ریزد، یعنی خون آلوده شود، لباسمون با خون آلوده شود و ما چون که خون رو دیده میتوانیم، مرئی هست، ما میتوانیم که این لباس خود رو یک بار بشوییم با آب تا وقتی که ما ببینیم که همین خون یعنی چی شده است، پاک شده است از لباس ما. گرچه که اگر کم ترک رنگش باقی ماند، چون که شاید از شما تجربه کرده باشید که خون عموما رنگش باقی میماند کم ترک. و چی معنا دارد شق زواله، که دشوار باشد دور کردن آن؟ یعنی که یعنی از جهت شریعت که دشوار حساب می شود وقتی که انسان باید از آب زیادتر یک چیز دیگر رو استفاده کند. این رو گفته می شود دشواری. یعنی که اگر به استفاده کردن صابون و ریگ و مثلا دیگر خیل مثلا مایع ها و دیگر خیل چیزهایی که هست برای شستن و برای تازه کردن، اگر این چیزها رو ما استفاده نکنیم و بعضی اثرهایش باقی ماند، مثلا کم ترک بویش یا کم ترک رنگش اگر باقی ماند، این باقی ندارد، چون که این نجاست رو ما با چشممون دیده میتوانیم و میبینیم که گم شده است، خود این نجاست گم شده است، تنها کم ترک اثرش باقی است. در این حالت پاک می شود. یا اگر جسد داشته باشد، جسم داشته باشد، یعنی جامد باشد، مثلا اخلاط یک پرنده باشد، اخلاط یک پرنده اگر در لباس ما اگر مثلا ریزد، ما همون اخلاط رو اگر مثلا تر باشد میشویم یک بار، کم تر اگر رنگ سبزینه یا یکم چیز باقی ماند، باقی ندارد. یا اینکه اگر خشک شود ما همین خیلی خروشیم و بعد از خروشیدن مثلا کم تر آب رو استفاده کنیم، این کفایه میکند، چندین بار شستن لازم نیست. و غیر المرئیتی، و نجاست هایی که دیده نمیشوند، بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة. اکنون نجاست هایی که ناعیان هستند، غیر مرئی هستند، آنها را حتمی هست که باید 3 بار شسته شود و پس از هر بار باید جفیده شود، هر بار باید فشرده شود. خب و یدخل ما لا ينعصر بغسله حتى يظن طهارته. و آن چیزی که جفیده نمی شود، یعنی که مثلا مترس باشد یا مثلا چی میگویم، مثلا یک چیزی کلانی باشد، قالین باشد، کلپچه باشد، خیلی کلپچه رو میتوانیم شسته کمتر جفیده اگر مثلا پخته و چیزوش اگر کشیم، اما مثلا قالین رو همچون مثال بگیرید، مترس رو همچون مثال بگیرید، اینها چیزهایی هستند که جفیده نمیشوند. برای همین اینها رو ما جفیده نمیتوانیم چی میکنیم، تا آن دمی میشویم که ما یعنی اطمینان قلبی بگیریم که پاک شده است. و پس از جفیدن، پس از هر بار شستن، ما میتوانیم که یک لطه خشکی رو بگیریم، یک کاغذ خشکی رو بگیریم و همین خیل کوشش کنیم که خشکش کنیم، آبش رو بگیریم. این یک طریقه دیگر هست. یعنی 3 بار شستن لازمی نیست اگر تازه نشود. ما میتوانیم که 4 بار 5 بار بشویم تا وقتی که دلمون اطمینان بگیرد. خب این شد شستنی یا دور کردنی چیزهایی که نجس شده باشند. حالا که 40 دقیقه شده، سبحان الله. و تطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء و بكل مائع مزیل. میگوید که یعنی پاک میشود نجاست از لباس و از بدن، بالماء با آب، و بكل مائع و با هر چیزی که چی باشد، به مانند آب باشد و هر چیزی که مایع باشد، کالخل و ماء الورد، به مانند سرکه یا اینکه آب گل صدبرگ، مثلا آب گل.
این چیزها رو هم ما میتوانیم استفاده بریم برای پاک کردنی لباس یا اینکه بدن یا دور کردن برطرف کردنی نجاست ها، چون که این چیزهای پاک هست. و یدخل الخف و نحوه. یک مسئله دیگر میگوید که موزه ها و چیزهایی که مانند آن هست، مثلا پایافزال، بوت ها، پاک می شوند بالدلک من نجاست لها جرم لو كانت رطبة. پاک می شوند با شکیدنی آنها از نجاستی که جرم یعنی که جسم داشته باشد، جامد باشد، اگر خشک شده باشد. لو كانت رطبة، بخشش اگر کمی تر باشد. ولو كانت رطبة، اگر چی کمتر تر باشد. یعنی که در پای افزالمون، در مثلا خفین، اگر یک نجاستی آلوده شود، نجاستی که جرم داشته باشد یعنی که جسم داشته باشد، کمی جمادت داشته باشد، گرچه که کمی تر هم باشد تا حال خشک هم پورا نشده باشد، ما میتوانیم که این شی را، این موزه را یا این پای افزال را میتوانیم با شکیدن تازه سازیم. و میگوید چگونه باید شمشیر و غیره را تازه کنیم. شمشیر یا مثلا چیزهایی که از همین ترکیب شمشیر یعنی از آهن و غیره آماده کرده می شوند، این چیزها رو هم میتوانید به نظر بگیرید. شیشه و غیره، الومینیوم، این چیزها رو هم میتوانید ما تحت همین تصور کنید که شمشیر و غیره بالمسح با مالیدن، یا این رو هم به توجه که شکیده گفته می شود. شکیدن یعنی که با یک لطه شکیدن، با یک لطه مالیدن تازه کرده می شود. صحابه رضی الله عنهم پس از مثلا جنگ ها شمشیرهای خود را، چون که شمشیر در بدن پیوست هست، دوباره در بدن یعنی در یک طرفی بدن کشول کرده می شود، شمشیرهای خود را با لطه می شکیدن، تازه می کردن، می مالیدن و بعدا نماز می خوندن، مخصوصا صلات الخوف و غیره. یعنی در نزد خود نجاست رو نمی گرفتن، باید که چون که شمشیر در بدن نشان آویزان هست باید که تازه می کردن. و اذا ذهب اثر النجاسه عن الارض وجفت، از اینجا یک مسئله دیگر سر می شود که وقتی که اثر نجاست از زمین دور شود، پاک شود، برطرف شود و خشک شود، جازت الصلاة علیها، نماز بالای آن زمین جایز هست. برای همین است که وقتی که شما در یک جا می روید و مثلا اگر جای نماز نباشد یا حتی جای نماز رو هم خواهید استفاده کنید و خواهید بالای همان خاک، بالای همان زمین نماز گذارید، گرچه که احتمال هست که اون بالای آن زمین شاید نجاستی بود یا کسی نجاستی کرد، اگر آثار نجاست نمایان نباشد و زمین خشک شده باشد، نماز بالای همان زمین جایز هست. دون تیمم منها، اما تیمم بالای این زمین جایز نیست یا از این زمین جایز نیست، برای که این زمینی که نجاست دارد وقتی که نجاستش خشک می شود، زمین خشک می شود، زمین طاهر می گردد اما مطهر نمی گردد، چون که در ترکیبش نجاست بود. مطهر نیست، پاک کننده نیست. پاک شاید باشد که بالایش نماز خواندن اجازت هست، اما پاک کننده تا حال نیست. برای همین از این زمینی که نجاست داشت تیمم کردن جایز نیست. اما اگر شما ندیده باشید نجاستی را که بالایش باشد یا ندیده باشید که کسی بالایش نجاست کرد، یعنی شک کردن این کفایه نمی کند. یعنی از سبب شک نماز نخواندن یا از سبب شک کردن و مثلا استفاده نکردن، این درست نیست. شک کردن لازم نیست تا وقتی که یقین انسان نداشته باشد یا یک مثلا دلیلی نداشته باشد بر پرهیز کردن لازمی نیست. و یطهر ما بها من شجر و کلأ قائم بجفافه. و اکنون میگوید که اکنون اولا درباره زمین گپ زد، اکنون درباره درخت و دیگر چیز، علف و دیگر چیزهایی که از زمین بیرون می شود، درباره این چیزها میگوید و میگوید که همچنین پاک می شود ما بها، آن چیزی که بالای آن هست، یعنی بالای زمین هست، از درخت و از مثلا علفی که از آن می براید، اگر با نجاست آلوده شده باشد، با خشک شدنی بجفافی، با خشک شدنش، یعنی درخت با خشک شدنش، علف با خشک شدنش پاک می گردد. همین خیل هم اگر خواهید بالای یک زمینی که علفدار باشد نماز خونید، اگر تر نباشد با یکم نجاست، شما ندیده باشید یکم نجاستی رو بالایش نمایان نباشد، شک کردن لازم نیست و احتیاج به یعنی شک داشتن هم نیست. می توانید که
намози худро бихонед. ва тадхуру наҷасатун истиҳалат айнуҳа. ва акнун аз ин ҷо як масъалаи нав оғоз мешавад ки агар мегӯяд ки наҷосате ки истиҳалат, яъне ки тамоман тағйир шуд, айнуҳа таркибаш ё зоташ, наҷосате ки тамоман тағйир кунад ва дигаргун шавад, яъне аз истиҳола гузарад, яъне ки худаш як чизи дигар буд, тағйир кунад як чизи дигар шавад. худаш наҷосат буд, аммо бо як чизи дигар омехта шавад ва як шайи нав омода шавад, ба як шайи нав агар тағйир кунад, дар ин ҳолат наҷосат пок мешавад. масалан каан сарат милҳан ав ихтарақат биннари. масалан мегӯяд ки агар намак шавад, агар ба намак табдил ёбад, ё масалан ин гуна тасаввур кунед, агар як ҳайвоне дар ҳамон намакдон ё дар корхонаи намак дар ягон гӯем ки дар ягон асбобашон агар биафтад ва омехта шавад ва пас аз чандин вақт гум шавад, худаш намак гардад, дар ин ҳолат намакро мо нопок намегӯем, балки пок мешавад. фаҳмидед? мисли ба намак тағйир кунад ё ин ки баъзе вақт ба хоку ба собун табдил шавад, дар ин ҳолат наҷосат пок мегардад, чунки ҳамон айнаш, ҳамон зоташ табдил шуд. ё ин ки агар сӯхта шавад, бисӯзад то вақте ки хокистар шавад, дар ин ҳолат ҳам ҳамон наҷосат акнун пок шуд. масалан чандин то ахлот ё тапак, масалан вақте ки месозанд, тапак вақте ки ба хокистар табдил мешавад, пок ҳисоб мешавад. хуб, ويدخل المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن والرطب بغسله. و در این آخرون قسمتش یک حکمی، یک مسئله دیگر هست که منی که خشک هست بفرکه عن الثوب والبدن، با خراشیدنش، یعنی تازه کردنش، خراشیدنش، چی با یک تنگه باشد، چی با یک مثلا چی با ناخون انسان باشد، با هر چیزی که باشد، مثلا با خراشیدنش از لباس و بدن پاک میگردد. یعنی خودی منی نه، بلکه همون لباس یا اینکه بدن پاک میشود بعد از اون که منی خراشیده شود، از او دور کرده شود. این هم طبقی حدیثی هست. عایشه رضی الله عنها مثلا در این باره با ما رسونده است، گفته است که بعضی وقت خودش منی رو میخروشید از لباس های پیامبر صلی الله علیه و سلم و به این طریقه پاک میشود. اما اگر منی چی باشد، رطب باشد، یعنی که تر باشد، باید که شسته شود. با شستن پاک میگردد لباس یا اینکه بدن. خب این قسمت رو انشالله به زودی میگذاریم. این فصل دیگر، این البته رابطه دارد به این فصل قبلی، اما کم ترک دیگر هست. این درباره دیباغه هست. در اسلام بعضی پوست حیوانات مرده غیر خوک و خود انسان با دیباغت پاک می شوند و می توانند که استفاده شوند. مثلا برای تیار کردن پایافزال یا دیگر چیزها، یگان خیلی خلطه باشد. اکنون دیباغت یا دوباغ می تواند که با اصولهای طبیعی انجام یابد، مثلا استفاده گیاها یا با راههای دیگر مانندی زیر آفتاب ماندن. این راههای شرعی گفته می شود. زیر آفتاب خشک کردن یا با خاک مالیدن یا در خاک گور کردن به یک چند مدتی. و مقصد دیباغت این است که همون پوست همون حیوان را تازه کرده شود از خون، از روغن، از بوی بد، تا اینکه برای استفاده شرعی قبول شود. این است مختصرا دیباغت چی رو گفته می شود. يدخل جلد الميتة بالدباغة الحقيقية وبالحكمية. میگوید که پوست میته، پوست حیوان مرده پاک کرده می شود با یا دباغت حقیقی یا اینکه با دباغت حکمی. میگوید دباغت حقیقی که من گفتم با بعض گیاه ها یا کیمیکال ها کرده می شود، یک طریقش همین است که با قرض کرده شود. قرض این را گولی میموزه گفته می شود. حتی نمک و
پوستی ارنج و غیره هم استفاده کرده می شود و بعضی قسمت های بعضی درخت ها هم برای دیباغت حقیقی استفاده می شود. اما در اینجا امام شورنبولالی گلی میموزه را که در اینجا من برای شما یک تصویرش رو نشان میدهم، این رو همچون مثال پیش کرده است. اگر شما میموزه цветой بماند نویسید یا همین خیل میموزه نویسید، دیباغه یا همون هر چیزی که دیباغه گفته میشد به زبان روسی، شاید درباره‌اش زیادتر خوانده توانید، اما این رو قراد گفته می شود. یا اینکه با طریقه های حکمی که تطریبی و تشمیسی، به مانندی در خاک گور کردن یا اینکه با خاک مالیدن یا زیر آفتاب خشک کردن. الا جلد الخنزیر و الادمی، مگر پوستی خوک و آدم. یعنی که انسان نمیتواند هیچگاه پوستی خوک را برای چیزی استفاده کند، حتی اگر دیباغت هم کند، و هیچگاه پوستی خود انسان هم از سبب حرمتش، یعنی از سبب احترام کردن انسانیت و انسان اجازت نیست، جایز نیست که پوست انسان را برای چیزی استفاده کرده شود. و البته خنزیر خوک برای آن که چی هست؟ نجاست، یعنی نجس هست لعینه، خود عینش، خود ذاتش و تمام چیزش نجس هست، هیچ وقت پاک شدنش ممکن نیست. و تطهر الزکاة الشرعیة جلد غیر المأکول دون لحمه على اصح ما یفتى. و میگوید که علی اصح ما یفتى یعنی که طبق صحیح ترین فتوا، قربانی شرعی یا ذبح شرعی پوستی حیواناتی که خورده نمیشوند، یعنی شیر و پلنگ، این چیزها رو ما خورده نمیتوانیم. اینها حیواناتی هستند که خوردنشون جایز نیست، اما پوستشون رو ما میتوانیم که حلال کنیم اگر این حیوانات رو طبقی ذبح شرعی، قربانی شرعی اگر ذبح کنیم، قربانی کنیم. فهمیدید؟ اگر طبقی ذبح شرعی بکشیم این حیوانات را، پوستشون برای استفاده شرعی جایز میگردد. دون لحمه، بغیر از گوشتش. البته اگر ما حتی شیر و پلنگ و این چیزها رو اگر ما ذبح شرعی هم بکنیم، گوشتشون پاک نمی شود، اما ما میتوانیم که این طریقه پوستی آنها را چی میکند؟ پاک میسازد برای استفاده. البته پوستی حیوانات رو میدانید که بعد چندین چیزها استفاده کرده می شود برای آماده ساختن چندین اشیا، از پایافزا تا خلطه ها تا حتی بعضی وقت بعضی چیزهایی که پوشیده می شود، پوشاک، چیزهای چرمی و غیره. و کل شیء لا یسری فیه الدم لا ینجس بالموت كالشعر والريش المجزوز والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به دسم. این یک مسئله دیگر هست. این دو خط دیگر میگوید که هر چیزی، یعنی که هر شی، یعنی که هر عضوی، یعنی عضو حیوانی که در آن خون جاری نمی شود، با مرگش نجس نمی شود، مثل مویش یا پشم حیوانات که میگویم پشم حیوانات، موی حیوانات میتوانیم استفاده کنیم. بغیر از خون و بغیر از خوک ها. من برای شما گفتم که خوک ها باید استفاده نشود، نه پوستش، نه مویش، نه یگان ناخونش، یگان چیزش باید استفاده نشود. و خوک هم چندین تا اصناف دارد، چندین تا یعنی نوعهای خوک می باشد. بعضی نوعهای خوک هست که چی دارند؟ موی سر دارند، موی دارند و همین موی آنها برای آماده کردن بعضی شانه ها استفاده می شود. خب نمیدانم اکنون به روسی چگونه بگویم، اما به انگلیسی این مسئله بعضی وقت با من پیش می آید. میگویند بور بریستلز، یعنی بور همون نوعی خوک رو گفته می شود و از موی آنها شانه آماده کرده می شود. یک وقت 4-5 سال پیش یک کس همین سوال رو به من کرده بود. یکم بار من شنیده بودم که بعضی خوک ها مویشون برای آماده کردن بعضی نوعی شانه هایی که خیلی ملایم هستن استفاده می شود. بعد من گفتم که نباید استفاده نشود چون که نجس است، نجس عین هست. به هر حال بغیر از خوک ها و البته بغیر از انسان ها، البته انسان هم یگان قسمتش استفاده کردنش جایز نیست، اما دیگر حیوانات اگر در همون قسمت خون جاری نشود استفاده کردنش جایز هست چون که نجس نمیگردد. به مانند موی و ریش. خب و دیگر و ریش المجزوزی در اینجا
پرها یا بالها که گفته میشد، پرهای جدا شده، پرهایی که جدا میشود یا کنده میشود از بعضی از بله والقرنی و این چونین شاخها یا شاخ، والحافری ناخونها، ناخونها، والعظم ما لم يكن به دس و استخوانها تا وقتی که روغنناک نباشد یا اینکه یعنی مغز نداشته باشد، دست هم نداشته باشد، یعنی که روغن نداشته باشد همین استخوان. عموما پرنده ها استخوان های بی روغن یا بی مغز می داشته باشند، اینها رو استفاده کردن جایز هست. و در آخر میگوید والعصب نجس فی الصحیح. اکنون این مسئله های گوناگون رو می آورد، بعضی نقطه های آخر رو میگوید که عصب های بدن، عصب یعنی عصب، نرویه های بدن نجس هست، یعنی از همین حیوانات، طبقی قول صحیح. و نافجة المسکی، و نافجة المسک طاهرة کالمسکی. و این یک مسئله دیگر هست که نافجه مشک یا مشک خب پاک هست مثل خود مشک و خوردن آن هم جایز هست. میگوید و اکله حلال، خوردن آن نیز جایز هست. عموما در پوستی اهو، آلن یا غرمیق، غزل یا غزل و انتیلوپا، این سه حیوانات عموما در پوستی آنها مشک می باشد. پس استفاده همین مشک آنها، پوستی مشک یعنی مشکدانی آنها یا کشتی مشک آنها جایز هست. و در آخر میگوید و الزباد طاهر تصح صلاة متطیب به. و این چونین زباد، زباد این اشاره به یک مواد خوشبویی هست که از حیوانی زباد بیرون می شود و این رو به روسی گفته می شود ویورا، به فکرم ویورا. و در اینجا یک عکسش رو برای شما آماده کردم. این حیوان رو گفته می شود عموما در زیر پشت آنها، در این قسمت آنها یک ترکیبی می باشد، یک چیزی می باشد که خوشبوی حساب می شود، یک مواد خوشبوی می باشد در زیر دنبی آنها و این هم پاک حساب می شود. همین چیز، همین مواد، همین ماده پاک حساب می شود برای کسی که این را همچون عطر استفاده کند. عموما از همین حیوانات همین مواد گرفته می شود و با او عطر آماده کرده می شود. پس اگر شخص متطیب، یعنی که این را همچون طیب، همچون طیب، همچون عطر استفاده کند و نماز گذراند، این شی، این مواد پاک هست میگوید. خب پس انشاءالله در همین جا درس ما به پایان میرسد. در درس آینده از کتاب الصلاة ادامه میدهیم. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.